کاری شنی و پس باشه که زنکه که من قطعی در یک طبق نام میخورم. پیامبر میگه بهترین برادر عزیز بهترین صدقه ولی ببینیم بهترین صدقه به سوی الله انمون صدقه است که تو با دست میگیری و در دهن زنت میمونیش. پیامبر میگه بهترین صدقه. آیا همین مردم همین طرف دیگه ما همین کنار میبینیم همین کنار میبینیم که همین مردم یگان طعام مراجنی یگان شیرینی در دهن زناشون میمونند. این تعلیمات پیغمبر میگه بالاترین صدقه. برادر عزیز با اندک یک کار عادی را انجام دادن میدونی که این مستقلی زندگی را ایفاده میکنه. این معنای او را دارد که تو یعنی در زندگی اعتمادی داری، تو از این زن باوری داری، تو این زن را احترام میکنی. این کاری را که پیغمبر کرده است او به خاطر شهوت چرانیش نکرده است. او به خاطر که زنها را دوست بدارم و دائم در گرد من زنها جمشیدگی باشد نه به خاطر نیست. حضرت هر کارش تعلیمات برای ما بود. حاجت را خانه روی شدیم چه خیلی درفت، خواب کنی شدیم چه خیلی خواب بکرد، نشستن شدیم چه خیلی می نشست. او را خداوند همچون روان کرد که هر کاری را نگاه کنیم تعلیم بگیریم. این به همین خاطر آمده گه میگه استخوانی را که عایشه میخوای برادر عزیز تصور کنید استخوانی را که عایشه میخوای پیغمبر میگرفتش میخوایدش. شما را طبیعتون قد پیغمبر نازک کرد.